قسم به الله از بی‌سوادترین جوانان ما در موارد فتوا میتن که اگر در عصر صحابه می بود عمر اهل بدر را به خاطر از او جمع میکرد. دو نفر جوانایی که دو کلمه از دین نداریم، بزرگترین علمای امت را که منهجش هم واضحه، زندگیش هم وقف مبارزه دین الله شده، به بسیار آسانی تکفیر میکنیم. این منهج صحابه نیست. هر کس میگه حزب اشتباه میکنه. دین این نیست. صحابه در فتوا دادن موارد خیلی جزئی محتاط‌ترین مردم بودن. بارها شنیدین از زبان علما. یک مسئله از یک صحابی پرسان میکرد و بعد دیگه کس سوال میکرد و بعد دیگه کس گاهی وقتا میشد تو بین 20 نفر از علمای صحابه، شاگردان مستقیم مکتب نبوت که شاهد بر نزول وحی بودن، جرأت نمیکرد فتوا بده. ما و امثال ما غلط میکنیم که در موارد اساسی که بسیار پیچیدگی های داره فتوا میتیم. و اگر فتوا میتیم چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ابو داود روایت میکنه میفرماید که قاضی ها سه نوعند. دو نوش در جهنم است، یک نوش در جنت. او قاضی که قضاوت میکنه و فتوا میده و فیصله میکنه و فیصلهش بر اساس جهل است، ولو به حق ثابت کرده در جهنم است. او قاضی که در یک مسئله قضاوت میکنه، علم داره اما حق میپوشانه، این هم در جهنم است. فقط او قاضی در جنت است که حق را علما میدانه و علما به حق فیصله میکنه.